به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. سلام و درود به یکایک شما تماشاگران عزیز گرامی. حالا در پهلوی من یکی از شخصانی خیلی فعال، خیلی غمخوار و نفری که در همین زندگیش در اروپا قسمی اساسی حیاتش را برای پشتیبانی از زندانیان بخشیده است و نفری در پهلوی من ایستاده است که تمام جنب و جولش، نشست و خیستش و تمام فعالیت‌هایش نه فقط برای کوشش برای نجات زندانیان سیاسی، بلکه در همین جا هم حتی 2 روز یا 3 روز پیش در سعودی، یعنی در دادگاه در یکی از کشورهای اروپایی شنیدم که حتی در دادگاه گریه کرده است برای آنکه یک نفر به تاجیکستان استرداد نشود. در تالاری در حالت رفتن مرافعه سعودی نفری که برای پشتیبانی او رفته بود گریه کرده است. این نفر ایشانی عبدالستار بابایوف، رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان است. دوستان عزیز، پیش از همه من عبدالستار بابایوف را خوش آمدید میگویم و ایشان را اصلا به چنین کارنمایی‌هایشان تشکر میکنم و در برابر این میخواهم از ایشان که به چند سوال من جواب گفتگی باشند. خب به نام یاد خدا تشکر میکنم از شما، بنابرای هم صحبت‌های خوب و سخن‌های صمیمیتان. خب خدا کند که ما ارزنده باشیم و همیشه در خدمت مردم و زندانیان سیاسی تاجیکستان باشیم. نباشه. همچنین سلام و درود به حضور بینندگان خیلی هم عزیز و ارجمند این شبکه شما. حالا در پیش ما یک چند روزنامه های روزنامه نیست، سالنامه باید باشد. هر سال یک مرتبه به نشر می‌رسد و اولین مراتب من سال گذشته در این کنفرانس شرکت داشتم و یک گوشه اساسی که در آنجا اساساً چنین برشورها، بوکلت‌ها و معلوماتنامه‌ها می ایستادند، قسم زیادی، قسم اساسی همون گوشه را همین گونه مجله ها تشکیل میدادند که اساساً مربوط به قضیه های زندانیان سیاسی تاجیکستان بود. حالا شما می گفتید که اصلا این محتوای این مجله ها چی است؟ از چی عبارت است؟ خب چقدر که معلوم است کمیته ما از سال 2018 وقتی که من اولین بار به کشور اروپا قدم ماندم کمیته ما تأسیس شد. خب این کمیته همه میدونند که حمایت از زندانیان سیاسی تاجیکستان و خب فعالان سیاسی که در همه کشورهای دنیا با اونها یک مشکلات سر اونها میشود، مشکلات باید، ما همیشه خب در خدمت هستیم و از اونها حمایت میکنیم. همچنین سازمان حقوقی ما این مجله ها را از همون سال اول تا امروز ما هر سال کمیته ما نفرانی که در کمیته شامل کمیته هستند، اعضا هستند، هر سال همه آن فاکتور هر حادثه ها، وحشت ها و دهشت هایی که در تاجیکستان میگذرد نسبت فعالان سیاسی، نسبت زندانیان سیاسی، خب هر یک نفر که وابسته از آن که در کدام حزب و حرکت در کدام موقع هستند، وقتی که مورد ظلم و استبداد و فشار و خب دیگر فشارهای روانی مقامات قرار میگیرند، ما حتما خب دیگر از اونها دفاع میکنیم، قضیه ها را به همه سازمان های بین المللی حقوق بشر میرسونیم و همون هر سال ما یک مجله آماده کرده خب در عرفه این جلسه نشست سالانه سازمان امنیت همکاری اروپا به اینجا میرسونیم و امسال من اون بایگانی را دیدم و از همه اون مجله هایی که کم کم مانده بودم خب اینجا گرفته آوردم، هر روز میاریم و به مردم به نمایندگان سازمان های حقوق دفاع بشر پیشنهاد میکنیم. و امسال هم مجله ششم ما به نام تاجیکستان وضع اندوهبار حقوق انسان به زبان‌های تاجیکی، انگلیسی و روسی ترجمه شده و با 2 زبان حالا ما نشر کردیم و زبان روسی هم در صدد نشر شدن هست. اینجا میبینم درباره بدخشان هم دست. بله، این سال 2022 قضیه های بدخشان وقتی که رخ داد 22 کمیته یک مجله آماده کرد درباره نسل کشی در بدخشان با 3 زبان
هم به زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی که اونجا در میز هستن. یعنی در گیناتسید و همون گوشه؟ بله اونجا هستن. گیناتسید و بدخشان که خیلی هم در سطح عالی، در سطح خوب. ببینید چقدر نفرانی که در اونجا به شهادت رسانیده شدن، عکسون با خطا با قطره های خون، عکساشون در اینجا دربارهشون گفته شده است. خلاصه هر یک قضیه ها، هر یک دهشت و اون نمیدونم دیگر ظلم و استبدادی که نسبت زندانیان و فعالان سیاسی تاجیکستان می شود، با همه فکت و دلیل با آوردن اسامی و عکساشون در ژورنال ها درج می شود. یعنی شما هر سال این قضیه زندانیان سیاسی رو پیگیری میکنید، اونهایی که پروندهشون به دادگاه رفته است، اونهایی که بازداشت شدن، اونهایی که استرداد شدن، یعنی نهایت کارشون چی می شود؟ نهایت بازداشتشون همه رو پیگیری میکنید و حجت گذاری میکنید، حجت نگاری میکنید و بعد از آن درباره اونها شناسایی می شود و اونها رو در همین عرفه کنفرانس سازمان و امنیت و همکاری اروپا با زبان‌ها ترجمه کرده، مختلف ترجمه کرده. آنها رو همچون یک مجله سالانه برای جامعه بین الملل پیشنهاد می‌کنیم. همچنین ببینید ما شما یادآور شدید ما اون یک چند هفته قبل هم 2 هفته قبل هم در دادگاهی یکی از نفران فعالان سیاسی کشور در کشور نروژ شرکت کردیم. من وقتی در دادگاه سود بودیم، ببینید در اونجا وقتی که سوال شد که شما به همین نفر مکتوب دادین، چون در کشور نروژ فعالان سیاسی ما کم تاجیک‌ها حتی نیستن، یک نفر که قبلا بود که اونم برآمد دیگه کشور. من از اونها با من سوال کرد خود رئیس دادگاه که شما چی فکت سند دارید که با این کس نامه دادید که این اگر تاجیکستان رود موارد خواب شکنجه و مسائل ترورانی زندانی شدن را تهدید میکنند. من همین ژورنال رو بردم در این مجله را، همشون در حضور رئیس دادگاه سودی سپاریدم. قاضی من گفتم ببین فکت و دلیل های ما همه اگر یک فکت ما خطا باشد شما میتونید که قبولی ندید، این مثال استرداد شود. واقعا هم خیلی خوب قبول کردن. ما خود رهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد معین کبیری هم در اونجا شرکت داشتن که برآمد کردن. واقعا اونجا از لحاظ اونه که در اونجا فعالان سیاسی ما کمند نسبت تاجیکستان شناسایی و تصورات مقامات های اونجا کشور نروژ هم خیلی کم بوده. وقتی اینا رو پیشنهاد کردیم خیلی هم از ما تشکر کردن و گفتن که واقعا هم ما شناسایی خوب پیدا بکنیم از این دیدن. حالا ببینید در یک کشور نروژ یک نفر برای استرداد یک نفر مرافع دادگاهی پیدا برگزار می شود. رهبری پیمان ملی تاجیکستان، رهبری کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی، یکیش از آلمان، یکیش از پولند میخیزند میروند برای پشتیبانی حتی یک نفر. حالا من میبینم که این تنها این بار اول نیست، ده ها مرتبه شنیدم که رهبری پیمان ملی تاجیکستان، رهبری کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در مرافعه های دادگاهی نفرانی که اونها را استرداد تهدید میکند، اونهایی که نمیتوانند خودشان مستقلانه ثابت کنند که واقعا مشکلات دارند، میشتابد رهبریت و پشتیبانی آنها. حالا ببینید اساساً همین شب روزها 10 سال گذشت، یعنی تا به حال همون گریزها از تاجیکستان ادامه دارد. بله ببینید از تا حال برای شما ببینید واقعی که در بدخشان رخ داد 3 سال قبل خیلی بود 22 سالهای 22 این که دیگر مقدر کهنه نشده است و حالا هم دوام دارد. یعنی که وقتی که مردم از کشور فرار میکنند میآیند زن و بچه و خانواده‌شون کشتنشون میپرتویند میان، معلوم است که اینا در اونجا تحت یکم خب فشار و شکنجه و ظلم و تهدیدهای به زندان قرار میگیرند که دیگر میخیزند میآیند. اینها دیده میشد و بعضی از این پناهجویانی که هستند یک کمی سالهای طولانی است در اونجا چی شدن، زندانش در اونجا خودشون سپردن باید که جواب قبولی گیرن همچون پناهنده، ولی بنابر سبب که فکت هاشون کم است و اون کشورهایی که از اطراف های ما دور هستند در اونجا این چیز نرسیده است.
مثال اخبارات تاجیکستان کم میرسه. وقتی ما در اونجا میریم مجله رو پیشنهاد میکنیم از قضیه تاجیکستان با اونها با فکت و دلیل سند بگیم، اونها میفهمن که واقعا هم در تاجیکستان چنین مشکلات هست. مجله که امسال ما تشکیل کردیم وضعیت اسفباری حقوق بشر، امسال مویده ششم بشود مجله. خب دو وقت اون سالی که بسیار بر سبب کرونا هم جلسه سالانه نشستی سحر نشد، ما همون یک سال نتوانستیم که ژورنالمون کنیم دیگه. همه وقت هست ژورنال ما امسالمون عبارت است از 28 مطلب و زیاده از 45 صفحه که در آن همه واقعه های مدهشی که در تاجیکستان میگذرد نسبت زندانیان سیاسی، فعالان سیاسی. خب هر یک نفری که میخواهد که یک کمبودی مقامات بگن که مورد ظلم قرار میگیرد در اینجا درج شده است و به همه جامعه ما میرسونیم. حالا چی نسبت سال گذشته در مجله این ساله شما چی نوآوری ها هست؟ ببین نوآوری مجله ما اصلا فقط هر واقعه کم قضیه های هست که نیست، خیلی قضیه هایی نباشد که در مجله ما جمع آوری نشود. همه چیز ها فقط امسال ما در مجله ما یک چیز از ما بینیم که میشود انسانیت فراموش شده است. قضیه که ماه فوریه سال 2025 در زندان کشتاری دست جمع گفتم ممکن است نبضی مقامات انتظامی تاجیکستان در دست من است. بله فقط بعد همون واقعی که امسال باید اگر باشد سال 2025 ماه فوریه بود چند نفر در زندان کشته شدن. باز هم خیلی صحنه سازی که هر سال در زندان هر سال یک بار می شود و زندانیان سیاسی را در اونجا به قتل به شهادت برساند. در خود جان شد یک بار در راه طریق نان مردم از ضرر کردن. اون واقعی که در اونجا عضو ریاست عالی تاجیکستان کریم ستار صمدویچ، ایشون قیام الدین غازی، سید قیام الدین غازی و اون شیخ تیمور و چندین نفران دیگر شهردار چهره‌های شناخته به هلاکت رسیدن، به شهادت رسیدن. و امسال هم 2025 یاد داشته باشید شما. ولی همین ما دیدیم که متاسفانه یادمون رفت است و حتما امسال در مجله امسال اون با وارد میکنیم و قبلا برای اون ما نامه‌ها را روان کردیم به همه سازمان‌ها. شما اگر یادتون باشد رسانه‌ای شد ولی متاسفانه در ژورنال نامده است. کمبودی امسال ما همین دیگر نباشد. هم خوب شما ببینید حتی اینجا هم اگر شما یادتون باشه سال گذشته ما قضیه برادر اصلیدی رو فراموش کرده بودیم و از شما خیلی هم بخشش پرسیدیم و از شما خواستیم که امسال این مشخصات اون و اون چیزایی که مربوط به برادر شما روان کنید. ما امسال اینا بارگر از شما بخشش پرسیدیم که سال دیگر جا کرده نتونستیم و امسال در اینجا جا شده است. ان مثل همین یک تن امتیاز از یاد انسان میرود و اعضایان کمیته همشون فعال هستند. حدود 30 نفر اعضای کمیته همیشه کار میکنن. در همه کشورها نمایندگیمون داریم. همه جهت هر یک انسان مشکلات هایی که به برادران که در مرزها میشود از حساب مبلغ همیشه برادران از حساب خود جمع میکنن. خب نامه ها زده اونا را از مرز وارد میکنن که دیروز هم یکی از فعالان سیاسی که در قبلا در ترکیه بود از ترکیه خیف بود تهدید کرد، عبدالرحمن محمودوف که دیروز هم اینجا بود. اونا ما یاردم کردیم آمد به کشور مالدو، از کشور مالدو و برادران کمک کردن آمد به کشور اوکراین و یک هفته قبل از این سازمان نشستی سازمان امنیت بله و خوشبختانه به کشور پولند آمد و حالا در اردوگاه همراه زن و فرزندش قرار دارد. اینم کمک کمیته و نفران همه دیگر نفران دیگه حزب حرکت کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی است. حالا برای نجات گروگانان و زندانیان سیاسی چه کارها انجام می شود؟ ما ببینید واقعا هم شما خود نقض میدونید که سازمان ملل متحد، کمیته سازمان ملل متحد برای حقوق بشر همون سالهای 2018 و سال 2017 بود فکر کنم وقتی که قضیه اون 13 نفر اعضای ریاست حزب نهضت تاجیکستان و بزرگ مهر بیاروف اون وکیلان دفاع مطرح شد و حزب نهضت تاجیکستان شکایت به سازمان ملل بود یاد دارید. ولی اون سازمان ملل حتما بعدی از آن یکی دید و همه را بررسی کرد و آموخت و حکم را آورد که این نفران بیگناه هستند، باید به قید و شرط با جبران مالی از طرف مقامات تاجیکستان از زندان آزاد شوند. ولی متاسفانه ببینیم که تاجیکستان هیچ نمیخواد اون عهده‌داری‌هایی که در نزد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به عهده گرفته است اجرا کند و می‌خاطر ما هم کوشش میکنیم. ولی اینه که نتیجهش سست است و تاجیکستان سرخم نمیکند و نمیخواهد که نفرانی که خب از اونها انتقاد میکنند برای قدرت در قدرت دائمی ماندنشان تهدید خطر است. خب دیگر
متاسفانه دیدید که میبینیم که کم عمل میکنند، ولی ما امید داریم که انشالله که اینو به جواب نمیمونند. خب اینو به فایدهشان هست. همه دنیا در مردم و دنیا در جریان کار تاجیکستان هستند. خب متاسفانه در تاجیکستان مستفیدان، خب یک هفته قبل یکی از فعالان سیاسی، زندانی سیاسی، عضو ریاست عالی حزب تاجیکستان، داملا زویدالله رازق که زیاده از 80 سال داشت و طریق مرموز از دنیا گذشت و در همین 6-7 ماه اخیر ما در زندان حدود 7 نفر از زندانیان سیاسی بدخشان از دست دادیم که با طریق مرموز اونا از دنیا گذاشتن در زندان ها. خلاصا چه مشکلات ها هست. چند دقیقه پیش از صحبت با شما به پیش من یک خانم آمد برای دعوت به یک ساید ایونت. خب دیدم اونها زندان گوانتانامو رو مطرح میکردن. من گفتم از زندان گوانتانامو همگی در حدود یک چند سال اکثریت آزاد شدن. بله اکثریت آزاد شدن، رفتن پیش فرزندان خودشون و دیار خودشون به وطن خودشون گشتن رفتن. گوانتانامویی که در تمام جهان سر و صدا دربارش بلند شد، شهرت پیدا کرد، یک زندانی که یعنی حتی تصورش رو پیش چشم آوردن یک دهشت است. حتی رئیس جمهور شدن، نماینده اونها که در بودن در از زندان آزاد شدن. بله من گفتم از گوانتاناموی ما کسی آزاد نمیشود. بله هیچ کس. مرده میبراید. فقط جسد میبراید. کسی آزاد شدنی نیست. جوانان هم. حالا همین گوانتاناموی تاجیکی نهایتش چی است؟ ببینید ما پیش از همه توکل و باوری به خدا داریم. انشالله که در ناامیدی ها بس امید است. پایان شب سیاه سفید است. به قول بزرگان چراغ ظلم ظالم تا ابد، چراغ ظلم ظالم سوزد شب سوزد، چراغ ظلم ظالم اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. انشالله ما امید داریم که همه اینو در دنیا ما ندیدیم که هیچ دیکتاتور به سزای اعمالش نرسیده باشد. ما شما تاریخ مردم هم گواهند که هر بدخواه، هر نفری که نسبت مردم ظلم میکنند، نسبت مردم بیگناه علل خصوص، ما هم شاهدیم، خدا شاهد است که فعالان سیاسی ما 99%شان هیچ کوتاه‌ترین، میده‌ترین، کوچکترین اشتباهی نکردن یا که جنایت یا که نمیدونم یگان کمبودی نکردن، ولی با تهمت با زندان همه اینا میدونن، دنیای نمیدونن، همه ثبت است، ما ثابت کردیم، نشان دادیم. یعنی از این گفتنتون یعنی از آخری تونل روشنایی دیده میشه. بله بله. تبا دیگه با امید به خدا داریم توکل. تشکر زیاد، سلامت باشید. از شما تشکر. زنده باشید. با شما تشکر.